ما یه آشنایی داریم که الان چند ساله میخواد مهاجرت بکنه. یادم میاد اولین بار خیلی زمان اون جنگ 8 ساله میخواست مهاجرت بکنه. میشستن اون موقع زندگی هم سخت بود دیگه. میشستن کل هفته رو برنامه‌ریزی میکردن، آخر هفته دیگه تصمیمشون رو میگرفتن میخوان مهاجرت بکنن. بعد شنبه شب تلویزیون اون سریال اوشین داشت، اگه یادتون باشه. میشستن اون اوشین نگاه میکردن و بعدش هم اون سالهای دور از خانه و فلان اینا یکم گریه میکردن و نگاه میکردن و فکر میکردن و بعد دیگه منصرف میشدن. بعد دیگه خلاصه بی خیال میشد. گذشت تا همین چند وقت قبل بود دیگه، 2 سال قبل با من تماس گرفته بود، میگفت که دیگه تصمیمم گرفتم، دیگه 100% میخوام مهاجرت بکنم. منم بالا یه سری راهنمایی کردم، این کارو باید بکنیم، این کارو فلان اینا. دیگه حسابی همه کاراشو کرده بود. یه روز پنجشنبه بعد از ظهر بود، با من تماس گرفته بود، گفت دیگه حتما میخوام مهاجرت بکنم، اگه میشه تمام راهنمایی‌ها رو بکن. بعد هفته بعدش تماس گرفت، گفتم چی شد؟ گفت دیگه پنجشنبه بعد از ظهر بود، با بچه‌ها دیگه جمعه رو تصمیم گرفتیم بریم کویر. بعد دیگه رفتیم کویر و دیگه بعدش هم منصرف شدم. همون تو ایران خیلی خوش میگذره. گذشت تا همین چند هفته قبل دوباره با من تماس گرفته بود، چی شده؟ من حتما جنگ شروع شده تو ایران، جنگ با اسرائیل شروع شده، من دیگه باید مهاجرت بکنم. حالا روز 10 جنگ بود، چمدونم من بستم، میخوام مهاجرت بکنم. زد و جنگ 12 روزه تموم شد. بعد دوباره گفت که نه دیگه جنگ تموم شد. نمیدونم شما از این آشناها دارید یا نه، الان سال میخوان مهاجرت بکنن، ولی خب همیشه یه اتفاقی میفته دیگه.